بدبخت ساختی مرا تو پشتون. پشتونا خو ظالم هستن. پشتونا یک قدر مردم ظالم هیچ رحم نداره. به او بچه جوان 17 ساله‌ای که رقص میکنه بالای از او رحم نمیکنه. 4 سال شد که نمیمونه او زنگ و جامن بسته کنه. یعنی چی تو جنت میری پشتون ولا اگه جنت بری از دل از او بچه رقاصی که 4 سال معصومانه رقص میکرد و با زنگ و جامن بسته میکرد از دل از او تو میای، از دل از او میای 4 سال از دست تو نکرد کاره. بلیاز خدا این پشتونا چقدر ظالم هستن. شراب دلب نزدیم در 4 سال از دست تو پشتون. چرس نزدیم از دست تو پشتون. بسیار خراب مردم هستیم پشتونا. بسیار خراب مردم هستیم. کار مادرت داو میزنه. مرا تو نمیشناسی تو پشتون. تو زال شاه را نمیشناسی پشتون. اگر تو موبایل دوزی مرا بسته کردی، اگر تو اختطاف و پلید دوزی مرا بسته کردی، اگر تو مردگاوی و مردگاو خانه را بسته کردی، اگر تو برادر عزیز لندغری مرا بسته کردی، فکر کردی که من رفتم دیگه. نه، من اینجا اروپا آمدم، موبایل دارم، اینترنت دارم. خوار مادرت داو میزنم. او گربک سخر من نمیشناسی. گربک سخر فکر میکنی که گربک سخر تو را فراموش میکنه؟ نه، سالانه 1 لک افغانی تنها از 5 دانه مردگاو خانه برادر عزیز گربک سخر برادر عزیز آید داشت. من در کجا برادر خیر رقص کنم؟ برو او پشتون ظالم. تو که مرا به رقص کردن نمیمونی، تو که مرا به زنگ و جامن بسته کردن نمیمونی، من کجا خیر رقص کنم؟ ما خودت کردیم بدبخت. او پشتون نسل در نسل ولا گبان اومده. امروز باشه یا صبح باشه دوباره مردگاو خانه باز خواد شد و این از مراسخ بس. من زال شهر هستم بالا، من زال شهر هستم. از تو 4 سال شده که دجده سنبوله ما فیر هوایی نکردیم و این صدقه هم فیرهای هوایی مشاهم. تفنگچه را میکشیدم دم 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 ترافیک از زیر تایر موتر میساختم ولی از دست تو پشتون 4 سال شده که این کار نکردیم. یعنی یادم میری؟ یعنی یادم میری؟ والله یادم بره، والله یادم بره. 4 سال شد که در سر چوک افغانستان موبایل دزدی مردم نفروختیم. از مفلسی جان میتم. من خب بیسواد هستم دیگه کار کردن نمیتونم. من بیچاره خب بیسواد هستم دیگه کار کردن نمیتونم. من مجبور بودم موبایل دزدی کنم بفروشم تا یک لقمه نان حلال پیدا کنم ولی تو پشتون مرا نمیمونی. من خب بیسواد هستم دیگه کار کردن نمیتونستم. میرفتم پلیت موتر مردم دزدی میکردم، پیسه پیدا میکردم، یک بوتل شراب میخریدم ولی تو پشتون مرا نمیمونی. من خب بیسواد هستم دیگه کار یاد نداشتم، اختطاف میکردم اولاد تجاره، پیسه پیدا میکردم، بچه میرقصوندم، دختر میرقصوندم، شراب میخوردم، معیشت میکردم ولی از دست تو پشتونی کار 4 سال شد که من کردن نمیتونم. یا نه تو را من میبخشم، والله اگه ببخشمت نسل من تو را نمیبخشه. از دست تو پشتون همین لحظه بچگه که ما لندغرا برادر عزیز گرسنه است. چون اگر تو پشتون مردگاو خانه بشیر شیوار بسته نمیکردی یا اولاداش صاحب نان می بود، صاحب لباس می بود، از دست تو مردگاو خانه بشیر شیوار بسته شد هیچ کار کردن نمیتونه. از دست تو ظالم 4 سال شد که من علیسی مریم ازال شور هستم چه اما کجا هستی ای منظر تو گذت میدم. 4 سال شد که ما این رقم دیالوگ نرفتیم. کل زندگی من از خاطر تو در موبایل من مصرف میکنم. نه کار میکنم از دست تو در اروپا، نه بار میکنم از دست تو در اروپا، نه برادر عزیز درس میخوانم از دست تو در اروپا. 4 سال من از دست تو من داو زدم میرم. بیا روزش خواهد آمد، روزش خواهد آمد، بالای سر خداوند است. روز خواهد آمد که دوباره در اون شهر کابل میایم، دوباره زنگ و جامن بسته میکنیم، دوباره دنبوره میزنیم، دوباره موبایلایتان دوزی میکنیم، دوباره پلیتایتان دوزی میکنیم، دوباره سرتان بدموشی میکنیم، دوباره ددان مکتب استاد خود شدیم و دوباره دخترای مردم افغانستان برادر عزیز پرزه میریم و سر سیاست میکنیم و ازار اذیت و انگشتک میکنیم. دوباره این کار کردن نیستیم بچه پشتون. تو زال شهر نمیشناسی؟ با قرای منزل دو گدت نه از سر کو گدت میدم، از سر کو گدت میدم. اصلاحشو مرا اجازه بده که من موبایل دوزی کنم، غیر از دو میزنم تا پش کنم. مرا نمیشناسی.